تظاهرات میلیونی در تهران. همه در انتظار جرقه انهدام انبار باروت هستند، اما کسی نمی‌داند کی و چگونه این جرقه زده خواهد شد. کاربری تعریفی آنچنان ترساور از آخوند ارائه داده که اگر مردان جمهوری اسلامی چه عمامه‌دارها چه بی عمامه‌هایشان عاقل باشند، باید با شنیدن آن تن به یک رفراندوم آرام بدهند و قدرت را به مردم سپرده از صحنه خارج شده به جای بسیار دوری بگریزند تا مدتی نامعلوم. این کاربر نوشته: من هیچ ایده‌ای ندارم که خدا کیه، چه شکلیه و کجاست و چی کار میکنه. اما به طول تاریخ چیزی که انسان به عنوان شیطان متصور شده و تعریف کرده، مظهر نابودی و پلیدی و خباثت، کاملاً با آنچه به اسم آخوند میشناسیم مطابقت داره. آخوند نه صرفاً دزده، نه صرفاً خبیثه و نه صرفاً رذل. آخوند خود شیطانه، چکیده ای از نهایت پستی هایی که بشه تصور کرد. یه دزد در جهت منافعش دزدی میکنه، اما یه آخوند علاوه بر دزدی نابود میکنه. مظهر پلیدی های عالمه و انگار سرشت این موجود مال این دنیا نیست. انگار از انزال تمام خباثت های موجود در جهان در قعر سیاه چاله های جهنم وجود این شیطان شکل گرفته. آخوند فرزند شیطان نیست، پدرشه. نتیجه رذالت نیست، بلکه سرمنشأ رذالته. آخوند یک انسان بد نیست یا حتی دشمن انسان نیست، بلکه نقطه مقابل تمام زیبایی‌های جهان و ماهیت دنیا، حتی نقطه مقابل حیاته. آخوند طاعون خوبی‌های دنیاست، ویروس مرگباری که هر نوعی از حیات و زیبایی رو تهدید میکنه، از درخت و جنگل و زمین و دریا و موجودات توش و هر حیوان و جنبنده‌ای تا هنر و ادبیات و فرهنگ، از شادی و حال خوب و خنده و خوشحالی تا هر فکر و رفتار زیبایی که بشه تصور کرد. آخوند خود شیطانه.